سلام، احوالات شریف چطوره؟ عیدتون برای 5مین بار مبارک. آقا بنده موشکا دیشب اومدم یه سوتی اساسی از شیفری رو کردم. طرف روز اول عید و گذاشته بود واسه چاق سلامتی با آخوندای دون و درشت قوم. بعد روز سومو گذاشته بود واسه تبریک تلفنی به سیدعلی، یعنی تبریکشم تو سری بود. تیویریشم که دید بد جوری ضایع کرده، روز 4 عید اینجوری رفت تو کار ماسمالیزاسیون. رئیس جمهور به مناسبت آغاز سال جدید با رهبر معظم انقلاب اسلامی تلفنی گفتگو کرد و سال نو را تبریک گفت. رئیس جمهور سال نو را به مراجع عظام تقلید نیز تبریک گفت. مراجع عالی مقام نیز سال نو را به رئیس جمهور تبریک گفته و برای دولت در خدمت به مردم آرزوی توفیق نمودند. همه رو ول کن، اون کلمه نیزو بچسب. میگه به مراجع تقلید نیز تبریک گفت. فکر میکنه با این پس و پیش کردن خبرها میتونه طلسم شکسته ولایت رو بند بزنه. اومدی ابروی ولایت رو درست کنی، چشمشو بابا قوری کردی. آخه با این تابلو بازی تو خربسیجی ها میفهمن که قضیه از چه قراره. بسیجی های دل و دماغ سوخته از یه طرف اینو میبینن، از طرف دیگه با اخباری مثل این یکی مواجه میشه. عادت طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر علی خلیلی که 2 سال پیش به دست اراذل شرق تهران مجروح شده بود، عصر دیروز دعوت حق را لبیک گفت. طلبه 21 ساله‌ای که تیر ماه 90 حین ادای فریضه امر به معروف و نهی از منکر به دست چند اراذل اوباش از ناحیه گردن به شدت مضروب شده بود. خب دیگه همین جوری میشه که بسیجی گردن شکسته وا میره و دراز به دراز میافته. بعد اون وقت سیدعلی هول میکنه و از ترس ریزش دوباره خرش یاد شلمچه میکنه و گله های بسیجی رو هی میکنه سمت راهیان زو. راستی چه کسی ما را در اینجا گرد آورده است، آن چیست که این چنین با جاذبه ای نهانی و غیر قابل مقاومت ما را به سوی خویش میکشد. آن چیست؟ این که دیگه سوال نداره که. یه پرس شام مفتی و یه قباله پرای. های برهنه تو این سرزمین دنبال چه گم شده میگردی؟ برین جوابشون از دلتون بپرسیم. الو ای دلو دنبال چی میگردی تو این بیابون؟ جواب سوال آقای مراتی رو بده. آقای مراتی جواب نمیده. باش دلو این واقعا چی؟ ای کارد بخورین. آقای مراتی این دیگه میگه تو این بیابون دنبال جوجه هر چی از سوال میکنم میگه غیر قور نمیدونم، فکر کنم دنبال جوجه کباب میگرده. من دیگه خسته شدم از دست این دلا، ولی فکر کنم ایادی استکبار توشه. دلو تو این بیابون دنبال چه میگردی؟ دلو خب رو بگو، اینم از روحیه دشمن شاد کنه عظما و سگ و سیله هاش تو نوروز 93 میخوان با این ادا اطفارا حال بسیجی های چپ کرده رو جا بیارن، اما نتیجهش مثل همیشه ریزش بیشتره. این چیزا واسه سیدعلی عمامه نمیشه. خانه از بیت ولایت از پای بست ویران است. ای طلای من مجنونتم شلم چه مدیونتم شلم چه مهمونتم شلم چه نیشنانای من مجنونتم شلم چه که شام میدن شلم چه مهمونتم شلم چه برای این جمع گشنه گدا چی تو منو نوشته زرش بالا و مرغ سرخ شده دو پارس فیلیک برشته شلم چیم زیر پای من یه پراید سفید
شاه